در اساس دستور سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باید با تامین شیسوهای کشاورزی و اثر عقیده زمین کرم آبی گرفتن دو سه حاصل در خواجگی باغ نادر نویای فرخار اهل زحمت زمین‌های در اختیار داشته را عاقلانه ثمرناک استفاده برده در نتیجه رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی همساله از کشت پنبه‌دانه، زراعت غله‌دانگی، سبزیجات، کارتوشک و پیاز، میدان باغ‌های زردآلو، انار، چهارمغز، گیلاس و آلو و گرمخانه‌های دائمی عمل کننده حاصل فراوان به دست آورده در برابر قسمت صادرات محصولات از جمله پیاز و میوه همزمان ثمره زحمتشان را به بازار استعمالی نویا نیز پیشنهاد می‌نمایند. برای کشت و پرورش محصولات ذکر شده و باغداری در خواجگی بیش از 150 نفر ساکنان دهات به کار جلب و با معاش خوب تامین گردیدند. موردی که است که در خواجگی باغ نادر حساب تازه کردن زبر و زهکش‌ها و بهتر نمودن حالت مراتبی زمین با خوی نمونوی بنیاد گردیده با تدریج مساحت کشت زراعت وسیع کرده شده است. مثلا در این خطه سال گذشته برای بلند برداشتن بازده زمین پس از کارهای تخت و هموارکنی کشت اساسی پیاز و تکراری پنبه‌دانه و شاله گذرانده شد. عموما دوام چند سال اخیر مساحت بیش از 40 گکتار زمین با چنین اصول و شورشویی پورا به گردش کشاورزی وارد گردیده از آن اهل زحمت حاصل فراوان غله، پخته، سبزیجات، پالزی و دیگر نانگوی محصولات به دست می‌آورند. امسال کشاورزان خواجگی در مساحت 20 گکتار کشت پیاز بروقتی گذرانده حاصل نوکی آن را از هر یک گکتار به 500 سنتی رسانیدند. در خواجگی دهقانی باغ نادر ما امسال 20 گکتار کشت پیاز بروقتی کرده بودیم. حاضر می حاصل پیاز رو جمع‌آوری کرده کشت تکراری پخته را به راه ماندیم. به اندیشه مسئولین ساحه امسال در نوعیت دورنمای کشت پیاز پررد تامین گردیده امروزها در دیگر خواجگی‌های دهات نیز جمع‌آوری حاصل بروقتی آن با مرام ادامه داشته اهل زحمت نیاز دارند که حاصل به دست آمده را سری وقت جمع‌آوری و در صحرای خالی شده کشت تکراری گذرانند. کشاورزان نوعیه فرخار در میدان 550 گکتار طبق دورنما کشتی پیاز را گذرانیدند. امروزها جمع‌آوری حاصل پیاز آغاز یافته است. دهقانان حرکت میکنند که هر چیز زودتر کشتی بروقتی پیاز را جمع‌آوری نموده کشتی تکراری را آغاز نماید. در خواجگی دهقانی باغ نادر عین زمان برابر جمع‌آوری حاصل پیاز با اصول معاصر کشت پنبه‌دانه ادامه دارد. در این خواجگی با نظرداشت منفیت و برتری خاصه از جهت خراجات ایلاوگی در پرورش سال دوم است که کشت پنبه‌دانه زیر پلانکا گذرانده می شود. امسال مساحت کشت با چنین اصول معاصر باید نسبت به سال گذشته 2 برابر زیاد کرده شود. سال گذشته ما در مساحت 20 گکتار زیر پلانکاگی پخته برام مونده بودیم. این سال میدان 40 گکتار دا کشت زیر پلانکاگی گذراندیم. خوبی همین زیر پلانکاگی در اون است که زمین سخت نمیشود، گرم میاد، حاصل خوب به دست میاریم. با اطلاع مسئولین روزهای نزدیک در خواجگی حاصل پالزی بروقتی از گرمخانه‌های دائمی عمل کننده و کارتوشک نیز آغاز گردیده آن به بازار استعمالی پیشنهاد کرده می شود. اهل زحمت نیاز دارند که در این میدان‌های از جمع‌آوری حاصل خالی شده کشت تکراری پنبه‌دانه گذرانند. در خواجگی دهقانی باغ نادر به صفت کشت تکراری امسال نیز مساحت شاله و سبزیجات زیاد کرده می شود که آن به افزایش استحصال محصولات کشاورزی، درآمد اقتصادی خواجگی، تامین فراوانی بازار استعمالی و بازم بهتر شدن سطح و صفت زندگی اهل زحمت مساعدت می‌کند.